داریم موهامونو میشه سوزنی در میاریم. من میتونم خودم موهام سفید داره، شما هم سفید داره، منتها بذاره قشنگش کنم. حالا آخر کارم احمد صفایی تو واسه من سلام. اصلا جز تو به هیچ کی هیچ خودم تو خونه این کارا رو میکنم. با تو باشم دیگه استرس نیست دلم به تو حالا آخر خوشه مرحله به مرحله بهتون نشون میدیم. حال خوبم از بودنته، تو نباشی توی دل من غمته، هرچی دوست دارم بگم باز کمته، دلم به تو خوشه. الان موها رو در آوردیم، مقداری دکولوره میریزیم، یه مقدارش رو فعلا رو نمیدیم و یه مقدار هم اکسیدان قاطیش میکنیم، هم نگویم. بعد خوبه باید اینجوری بشی که نمیدونی که دلم چه حالی میشه، بودنت باعث خوشحالی میشه. در آوردیم از کلا نمیتونم یه روز بی تو رو سر کنم، دلم میخواد تو رو عاشق تر کنم، تو باشی پیشم با قصه ها. حالا آخر کارم براتون فیلم میگم، من از این حال یه ویدیو کاملش میکنم که ببینید و نظرتون رو بگید. اصلا بچه کانالم منم سابسکرایب کنید، این از زنگوله بالاش هم بزنید، یه موقع ویدیو جدیدی میدارم، چه جدیدی میدارم، کانال چیز دیگه، آره چیزای خوب میخوایم بذاریم، هم آموزشی، هم فان، هم خنده‌دار، یه جورایی قراقاتی، ولی یه چیزایی میذاریم که به دردتون بخوره، به کار همه بیاد، یعنی لذت ببرن دیدنش. به هر حال گذاشتن دکولوریم تو کل دنیا دیگه مثل عشق مانی، تو دلم دیگه جز تو کسی جانی، تو که میدونی همه هر کسی نمیتونه یا همه یک کار راحتی و برید با هم قاطی کنید تپ بزنید اون کلمون، نه ویدیو میبینید کله کچل تر میگرفت یا نصف موهاتون ریخت. از خیلی مراقب حالا بهتون میگم نمیتونم یه روز بی تو رو سر کنم، دلم میخواد تو رو عاشق تر کنم، تو باشی پیشم با قصه ها غر کنم، من از این حال بد رد کنم. برای اینکه موهاتون شما فشار ندارین موهاتون گرم بشه یه نایلون هم بذارید سرتون به این شکل که معروف گرم شد زودتر عمل کنه دکولوره و باز شه. هرچی زودتر موهاتون باز شه کمتر به موهاتون آسیب وارد میشه. میبینید هرچی دیرتر باز شه موهاتون بیشتر آسیب میبینه. دیدید بعضی‌ها یا موهاشون رو دکولوره میکنن بی بنده خدا نصف موهاشون رو باید بزنن، آرشگره نتونسته کارو خوب در بیاره و همین میسوزه. نه از این تمام. حالا آخر کارم براتون فیلم میگیرم. خب رنگو داریم آماده میکنیم. رنگ ساژه، رنگ سه رنگم توشه دیگه، رنگ 3-0 با ورسیون نقره‌ای میزنیم، اکسیدان رو قاطی میکنیم و من سرمو شستم. حالا انتهای کارم بذارش. سلام یه ساعت شده دیگه کم کم بکنیم ببینید چجوری شده. حالا بشوریمش بعد باز براتون فیلم میگیرم. دوستان این هم نتیجه کار. حالا برم همون بیام خشکش کنم بعد براتون باز میگیرم فیلم ببینید چجوری شده. نظرتون رو بگید تو کامنت. بریم بیایم. خب بچه ها این هم نتیجه کار.
نگاه کنید این چجوریه. روی اندامی خیلی طبیعی، خوب، خفن. دیگه فکر نکنم این خفن تر بتونه کسی در بیاره. بچه ها سابسکرایب یادتون نره، فالو داشته باشید، چیزای قشنگ میزنید. خب داریم موهامونو مشه سوزنی در میاریم. البته من خودم موهام سفید داره، ریشام هم سفید داره، منتها یه ذره قشنگش کنیم. حالا آخر کارم بهتون نشون میدم. نمایشگرمونه، بله سلام. حرفه‌ایه، خودم تو خونه این کارا رو میکنم. خیلی حرفه‌ای هستن. حالا آخر کار رو میبینیم. آخر کار میکنم. مرحله به مرحله بهتون نشون میدیم. خب الان موها رو در آوردیم، مقدار دکولوره میریزیم. دیگه مقدارش رو فعلا الان نمیدونیم. بعد یه مقدار هم اکسیدان قاطیش میکنیم. شماره 3 یه هم نگوه میگه. بعد خوبه باید یه جوری بشه که مثل یه ذره ماست سفت بشه. کلا در آوردیم از تو کلا. میخوام بذاریم سر.